داشتم توضیحات اثرات مانتراهای مختلف بر اساس علوم ودایی رو بررسی می‌کردم که به یک مانترا برخوردم و حسابی من رو شوکه کرد که در توضیحاتش نوشته بود برای مسخ کردن دیگران، جذاب شدن، هیپنوتیزم کردن و خلاصه عزیز شدن در نظر آدم‌ها میتونید از این مانترا استفاده کنید. بعد یک بار ته دلم خالی شد از اینکه خیلی ها میتونن از این مانترا سوء استفاده کنن و تا اینکه خود مانترا رو خوندم یه جورایی مخم سود کشید از اینکه چقدر این آموزه ها جهان شمولند و ابداً برای سود فردی نیستند. اول بذارید معنی مانترا رو براتون بگم و بعد در آخر مانترا رو هم براتون خواهم گفت. معنی مانترا اینه: احترام و لبخند به دانش درون، به خودآگاهی و به آرامش و صلح درون. میدونی این یعنی چی؟ این یعنی اگر میخوای در نظر دیگران عزیز باشی، اگر میخوای به یک انسان جذاب تبدیل بشی، اگر میخوای حرفت حرف باشه و همه برات احترام قائل باشن، به این فاکتورها نیاز داری. این فوق‌العاده نیست؟ به نظر من که خیلی زیباست. خب حالا مانترا چیه؟ اوم گیانم دیانم شانتم هریم، که میتونید در وضعیت مراقبه 108 بار ضمن تعمق بر روی خود مانترا این رو تکرار کنید. عشق و احترام قلبی به خویشتن. هریوم. گیانم دیانم شانتم هریم.